با دنبال سلسله حمله‌های خونین جنگجویان در افغانستان، مقامات تدبیرهای امنیتی را در شهر کابل پایتخت تقویت دادند. ماموران امنیتی افرادی را که به مرکز شهر می‌آیند تفتیش می‌کنند تا اسلحه یا مواد ترکنده نداشته باشند. در شهر حضور زیادی ماموران پلیس به نظر می‌رسد و مقامات امنیتی به خصوص آن منطقه‌های را زیر نظارت شدید قرار دادند که نمایندگی‌های دیپلماتی خارجی جایگیر شدند. اولویت دادیم شهادت دیپلماتیک که در مرحله اول باید شهادت دیپلماتیک یک امنیت بهتر و خوبتر و مطمئنتر برای گرفته شود و به می ترتیب این انکشاف پیدا کنه در شهر کابل و بالاخره دروازه و بالاخره تا ولسوالی را. بعد 2 ماه بمبگذاری خونین در شهر کابل که 150 نفر را کشت، حالا در کوچه‌های اساسی کابل اسکنرهای امنیتی و کامراهای نظارتی پیدا شدند. مردم در افغانستان میگویند حکومت باید برای تامین امنیت تدبیرهای زیادتر بیاندیشد. بسیار نگران هستند. مردم افغانستان در عموم در کل نگران هستند با خاطر یک امنیت. مردم از گشنگی نمیمرند. از جمهوری نمی تقاضا است که حداقل امنیت با قرار بسازد. مقامات افغانستان روز 7 اوگوست گفتند در نتیجه حمله گروه از اعضای طالبان که به دولت اسلامی پیوستند 50 نفر در ولایت سریپول کشته شدند. خبرنگاران میگویند در میان قربانیان جسدهای کودکان و پیرانسالان هم دیده می شود، اما طالبان گفتند که در حمله فقط نیروهای امنیتی کشته شدند.